داستان شرک و پینوکیو به همدیگه ارتباط دارن. ببینیم ما داخل کارتون شرک یه کاراکتر خریو داریم که این سخنگوه و صحبت میکنه، خیلی هم پرحرفه، ولی هیچ پیشینه تاریخی نداره که آقا چرا یه خر باید حرف بزنه و این چرا سخنگوه هستن. استدلال اول اینه که اصلا پینوکیو داخل انیمیشن شرک هستا دارین میبینین، یعنی که توی جهان داره کل این داستانا اتفاق میفته. این اولیش. دومیش اینه که توی انیمیشن پینوکیو اگر که یادتون باشه ما یه جزیره‌ای داشتیم به اسم پلژر آیلند یا همون جزیره لذت و لذت‌ها که میمدن یه سری بچه ساده‌لوح و گول میزدن میبردن داخل این جزیره و پس از مدتی که اینا دیگه داشتن خیلی عشق و حال میکردن و توی دنیای لذت غرق شده بودن تبدیل به خر میشدن. پس چی شد؟ خر شرک میتونه یکی از همون بچه‌های ساده‌لوح و کودنی باشه که تبدیل به خر شده. ساب یادتون نره. دوستتون دارم. نظرات زیباتون رو کامنت